تمرین سوم صفحه 60. در این درس سی بمول، می بمول و لا کرون داریم. انگشت اول قرار میگیره رو لا کرون، میگیم لا دو، لا دو، سی، لا سی دو. این فراز اول هست. فراز دوم پنجه اولش مثل پنجه اول فراز اوله، لا دو، لا دو. پنجه دومش میگه سی، لا سول، فا. فا رو می‌نویسیم به ضرب با انگشت سوم. جمله دوم از ر میاد. جمله دوم هم دو تا فراز داره. فراز اولش پنجه دومش مشابه با پنجه دوم فراز اوله و فراز دوم جمله دوم کلن مشابه با فراز دوم جمله اوله. ر دو، سی دو، سی، لا سی دو. بعدش دوباره میگیم لا دو، لا دو، سی، لا سول، فا. و جمله پایانی سول دو سول، همون فرود بال کبوتری است. با سرعت 80 اجرا کنیم.